بعد بیاید نفرین بنویسید، بد و بیراه بگید، پیام‌های تند بفرستید. این آداب هم رعایت بکنید. بعضی از عزیزان فکر میکنن که زنگ موبایلشون رو قرآن بذارن خیلی کار خوبیه، ثواب داره. اصلا ثواب نداره، گناه هم داره. زنگ موبایلشون آیات قرآن گذاشته، تا زنگ زدید بلافاصله قرآن میخونه. خیلی اشتباس. بعضی موسیقی های تون میذارن، اون اشتباس. این یکی هم اشتباس. چرا اشتباس؟ چون خداوند گفته اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا. اگر قرآن تلاوت شد پیش تو، گوش بده و ساکت باش. خب حالا تو زنگ زدید، 3 بار زنگ زدید، آیه داره میخونه، طرف گوشی رو برداشت، تق چه کلام خدا رو قطع میکنه. یعنی من وقتی دست میذارم که زنگ موبایل تو قرآنه، تا دست گذاشتم چه رو زنگ قرآن رو قطع میکنم، کلام خدا رو قطع میکنم، با تو که بنده خدا دارم صحبت میکنم. یه زنگ معمولی خودش. اناشید بذار، مسئله ای نیست، ولی کلام خدا قطع کردنش، خداوند میگه اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلکم ترحمون. بعضی طلاب میبینیم همین کار میکنن. یک تذکر دیگه، عزیزانی که میان موقع نماز، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده اول صف اول کامل